خیلی از آدما که دارن کارهای آموزشی میکنن وقتی بهشون مراجعه میکنیم اولین جمله‌ای که به ما میگن اینه که شما باید تغییر کنید. این جمله توی ناخودآگاه ما به شکل دیگه‌ای شنیده میشه. اینجوریه که من یه نقصی دارم، یه ایرادی دارم، حتما یه مشکلیه که باید عوض بشم. پس میتونه خیلی اثرات مخربی روی ما بذاره. تنها چیزی که ما باید بخوایم و اراده کنیم برای اینکه بهتر زندگی کنیم، برای اینکه بهتر حس آرامش رو داشته باشیم تو زندگیمون، اینه که مهارت‌های خوددوستی رو یاد بگیریم. اینه که یاد بگیریم چطور به خودمون عشق بدیم، چطور خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم. وقتی ما یه نفر رو دوستش داریم و عاشقشیم، همیشه سعی میکنیم برای شرایط مناسبی رو فراهم کنیم، بهترین حس‌ها رو بهش بدیم. خب چرا این کار رو با خودمون نکنیم؟ وقتی وارد عشق ورزی به خودمون میشیم، خوددوستی رو یاد میگیریم، دیگه حریم داریم، وارد هر رابطه‌ای نمیشیم، هر غذایی نمیخوریم. به خاطر ترس‌ها و نگرانی‌های مثل بی‌پول موندن تن به هر کار و هر شرایطی نمیدیم و کم کم این خوددوستی باعث میشه میبینیم تو زندگیمون چه آرامشی برقرار شده، چقدر نگرانیامون کمتر شده، چقدر روابطمون بهتر شده.